أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله که ما و شما از درس تعلیم زبان عربی از کورس یکم 4 درس گرفتیم و حالا به سمع شما برادران و دوستان و خواهشمندان درس 5 را پیشنهاد میکنیم. الدرس الخامس. اینجا نوشته شده است که الدرس الخامس، درس 5. حالا ما و شما از کورس یکم در درس 5 قرار داریم. چطوره که در درس‌های گذشته هم بیان میکردیم موضوع درس را که درس ما و شما در چی موضوع می باشد، موضوع درس چی است. امروز هم همچنین موضوع درس را اولا بیان میکنیم، بعد در درس داخل میشویم. موضوع درس ما و شما مضاف و مضاف الیه هست. هر کسی که میخواهد عربی را خواندنش را بدون زیر و زبر یاد بگیرد، پس این کلمه‌ای که میگوییم اینها را یادداشت بکنن. مضاف و مضاف الیه، مضاف و مضاف الیه. یکم موضوعش انشالله در داخل بیان میکنیم که مضاف چی است، مضاف الیه چی است. و دوم درباره همزه الوصل صحبت میکند. همزه وصل گفتنی یک همزه داریم یا الف داریم که همزه الوصلش میگن. درباره اون صحبت میکند که در بین کلمه خوانده نمیشود. در اول کلمه اون الف را میخونیم اما در بین کلمه خوانده نمیشود. درباره این صحبت میکند. پس درس ما و شما در این دو موضوع میباشد. همچنین ناگفته نماند درس گذشته ما و شما درس 4 اسمهای حرفهای جاره را گرفتیم. حرف گفتیم مین، الا، فی، علا، این 4 حرف جار هستی. بعد از این اسم می آید، اون اسم آخرش را مجرور میکنیم، کسره میکنیم. مثلا فی البیتی یا من الطالبی یا علی الکرسی، آخرش کسره میکنیم گفته بدیم. و امروز درس ما و شما که گفتیم اول مضاف و مضاف الیه هستی، همچنین در یادتان داشته باشید که مضاف الیه همه وقت به مثل اسم مجروری که آخرش کسره بود، به مثل انا برای همه وقت آخرش کسره می باشد. مثلا یک مثال براتون بیارم تا اینکه آشکار شود. مثلا عبدالله، عبدالله، نام یک آدم عبدالله هست. اگر یک کس بگن که همین عبدالله را زیر زبر بمان، می نویسی که عبدالله، الله را آخری کلمه لفظ جلاله را کسره میکنی، عبدالله. پس میگوی عبد مضاف است، اللهی مضاف الیه است، اللهی مضاف الیه است. یا که مثلا میگوی که عبدالرحمنی، عبد مضاف است، الرحمانی مضاف الیه است. یا مثلا میگوی که عبدالغفاری یا عبدالستیری، عبدالستیری. خلاصه بعد از این مضاف الیه می شود، آخرش کسره می گیرد. انشاءالله حاضر در این درس درباره مضاف الیه معلومات زیاد به دست می آرید. و همچنین باز یک معلومات دیگر که مضاف همه وقت تنوین نمی گیرد. مضاف هیچگاه تنوین قبول نمی کند و مضاف هیچگاه الف لام قبول نمی کند. مضاف تنوین قبول نمی کند. در درس گذشته ما شما گفته بودیم که اگر اسم الف لام داشته باشد تنوین قبول نمی کند. نمیشه بگی که الکتابون، برای الف لام که باشد تنوین در آخرش نمی آید. و همچنین مضاف گفته الف لام قبول نمی کند. مضاف الف لام قبول نمی کند. مثلا عبدالله، عبد مضاف است، نمیشود عبدون اللهی بگویی، یا نمیشه بگی العبدو اللهی. این هم جایز نیست، درست نیست این طور. باید عبدو
الف لام نداشته باشد و تنوین هم باید نداشته باشد. عبداللهی. پس داخل میشویم به درس. در درس ما و شما ببینید اینجا میگوید که سعیدون، سعید نام یک آدم هست، میگوید که اکتاب محمدین هذا یا یاسرو. بسیار اهمیت بتید. کتابو محمدین. ببینید کتابو الف لام ندارد و ما همچنین تنوینش ندادیم، کتابون نگفتیم. برای چی؟ به خاطر اونه که کتاب مضاف است، محمدین مضاف الیه هست. برای همین خاطر ما کتاب تنوین نمیتیم، میگیم که کتابو محمدین. اگر اون کس بگوید که کتابون محمدین، بگیم غلط کردی، خطا کردی. این کلمه ای که تو گفتی در عربی این طور کلمه وجود ندارد، این طور تلفظ وجود ندارد، خطا کردی. از این حساب درستش همین است که کتابو محمدین هذا یا یاسرو، یعنی که آیا کتاب محمد است این ای یاسر. یاسر نام آدم. همچنین یاسرون نمیگوییم، یاسرون نمیگوییم. هر وقتی که یا حرفی نداش میگوین، یا به توجه یعنی که ای، مثلا یا محمدو ای محمد، یا عبداللهی ای عبدالله، یا خالدو ای خالد. یا وقتی که در آمد، همچنین همون اسمی که بعد از یا میآید او را مناداش میگن. در اصطلاح گراماتیک زبان عربی مناداش میگن. منادا همچنین هیچگاه تنوین قبول نمیکند. یا یاسرو، یاسرون گفتن غلط و خطا می باشد. یا یاسرو. همچنین این را هم یادتون داشته باشید، یعنی در دفتر یادنویس بگیم یادداشت کنید تا اینکه در یادتون بماند. بعد کلمه یا هر اسمی که می آید تنوین دادنش جایز نیست، تنوین نمیتیم شه. یا یاسرو، یا که یا خالدو، یا سعیدو، یا حامدو. حامدون گفتن غلط و خطا می باشد. پس کتاب محمدین هذا یا یاسرو، ای یاسر آیا این کتاب محمد است؟ ای یاسر آیا این کتاب محمد است؟ گفتیم به معنای آیا. کتاب محمدین اینجا کتاب مضاف است، محمدین مضاف الیه هستی و مضاف الیه در محل رفع مبتدا هستند و هذا خبرش می باشد. کتاب محمدین، کتاب مضاف است، محمدین مضاف الیه. درس ما و شما چطور گفتیم درباره مضاف و مضاف الیه هستی. کتاب مضاف است و محمدین مضاف الیه. و میگذاریم در جواب. یاسر میگوید که لا یاسرون لا. یا اون کس بگه که چرا اینجا یا آمد سرون همچنین آخرش دمه گرفت. ما گفتیم که بعد یا اسمی که می آید اون دمه را، اون تنوین قبول نمی کند. به خاطر اینجا یاسرون آخرش تنوین دارد که در اولش یا هست. جوابش چی است؟ جوابش این است که یاسر این یای ندا نیست، یای فریاد نیست. یا یعنی که ای نیست در اینجا به معنای ای، یعنی فریاد نکرده است. این یاسر نام یک آدم است. یا از کلمه بگم از حرفی، یکی از حرفای همین اسم یاسر است. برای همین خاطر اینجا میگیم یاسرون، یاسرون یعنی که یاسر گفت که لا، لا یعنی که نه. هذا کتاب محمدین، هذا کتاب حامدین، هذا کتاب حامدین. این کتاب حامد است. در بالا گفت که این کتابی آیا کتاب محمد این هست؟ ای یاسر. یاسر جواب داد که نه، این کتاب حامد است، یعنی کتاب محمد نیست، کتاب حامد است. ببین اینجا هذا مبتدا هست، کتاب حامدین خبر هست، کتاب مضاف است، حامدین مضاف الیه هست. حامدین اگر اون کس بگه که به خاطر چی کسرش دادیم، ما درس گذشته خونده بودیم که اگر حرف مین یا حرف الا یا حرف فی یا حرف علا بیاید در این صورت آخری اسم کسره می شود. لیکن در اینجا کتاب حامدین در اولش نه مین کلمه حرف
جاره عربی مین نیست یا ایلا نیست یا علا نیست یا فی نیست. به خاطر چی حامدینش گفتیم؟ میگیم که به خاطر آنه که حامدین مضاف الیه هستی. مضاف الیه همچنین همه وقت آخرش کسره می آید. مضاف الیه همه وقت آخرش کسره می آید. دوامش سعیدون، تنوین نمونده است، شما خودتون بمانید. سعیدون، سعید باز میپرسد این کتاب محمدین، این کتاب محمدین، کجاست کتاب محمد؟ این کتاب محمدین، کتاب محمد کجاست؟ ببینید این ظرف است. در درس گذشته هم گفته بودیم که خبر هست. کتاب محمدین در اینجا مبتدا هست. این خبری مقدمش میگوییم و کتاب محمدین رو مبتدای مؤخرش میگوییم. پس کتاب مضاف هست، همچنین محمدین مضاف الیه هستی. برای هم خاطر کتاب رو تنوین دادن جایز نیست، کتابون گفته نمیتوانیم به خاطر اینکه مضاف است. همچنین الف لامش هم دادن نمیتوانیم. الکتابو هم نوشتنش خطا است، غلط است. کتابو الف لام نوشتنش خطا هست و تنوین هم نوشتنش خطا هست. کتاب محمدین، محمدین را تنوین میتیم آخرش را و کسره میکنیم، یعنی که زیر میمونیم در آخرش. به خاطر چی؟ به خاطر اونه که مضاف الیه میباشد. یاسرون، یاسر چی جواب میگوید؟ یاسر میگوید که هو علی المکتب هناک، هو علی المکتب هناک. ببینید هو یعنی که وی کتاب را میگوید، یعنی همون کتاب علی المکتبی بر بالای میز است. هناک یعنی که آنجا. هنا باشد اگر اینجا میشود، اگر همون کافش نباشد اینجا میشود. هناک که شد آنجا. بسیار با دقت باشید. هنا اینجا، هناک آنجا. پس اینجا میگوید که هو علی المکتبی هناک، و یعنی همون کتاب علی المکتبی بر بالای میز است. هناک یعنی که آنجا. پس ببینید مکتبی آخرش کسره شد. به خاطر چی کسره شد؟ مضاف الیه هست. میگویم که نه، این کسره که در آخری المکتبی هست، این به خاطر این علایی که در اولش هست. علی المکتبی، این علا حرف جار هست. درس گذشته گفته بودیم که بعد کلمه علا اسم می آید، او را آخرش کسره میکنیم. در اینجا مضاف الیه نیست، در اینجا اسم مجرور هست. هو علی المکتبی یعنی که همون کتاب علی المکتبی بر بالای میز است. هناک یعنی آنجا. هو مبتدا است، علی المکتبی جار مجرور خبر هست. هناک این را ظرفش میگویند، ظرف است. دوامش، در دوامش میگه سعیدون، سعید میگوید که این دفتر عمار، این دفتر عمار، دفتر عمار کجاست؟ دفتر عمار کجاست؟ این خبر، بارها گفتیم باز تکرار میکنیم به خاطر در ذهنتون موندن. این خبر مقدم هست، دفتر عمار مبتدا مؤخر هست. در اینجا جمله از مبتدا و خبر عبارت است. ببینید دفترو مضاف هست، همچنین عمارین مضاف الیه هستی. یک کس بگوید که به خاطر چی دفتر و عمارین گفتید؟ میگیم به خاطر آنه که عمارین مضاف الیه هستی و مضاف الیه آخرش باید کسره باشد. آخرش باید کسره یعنی که زیر داشته باشد. در آخرش باید حرکت از پایان باید بمانیم. برای هم خاطر میگیم که دفتر و عمارین. در دوامش میگوید که یاسرون، یاسر میگوید که هو علی المکتب المدرسی، هو علی مکتب المدرسی. هو یعنی که همون دفتر، اشاره به سوی دفتر است، ضمیر است، اشاره میکند یعنی که برمیگردد به دفتر. ضمیر هست و برمیگردد به دفتر، یعنی که همون دفتر علی مکتب المدرسی بر بالای میز مدرس است.
اینجا بسیار دقت بتید. علا حرف جار هست. مکتبی اسم مجرور است. مکتبی را به خاطر چی ما گفتیم که مکتبی بی؟ برای چی گفتیم؟ به خاطر که علا در اولش هست، حرف جار در اولش هست. برای هم خاطر ما گفتیم که مکتبی اسم مجرور است، آخرش باید کسره شود. با مکتبی در محل خودش باز مضاف است. المدرسی مضاف الیه هست. ببینید در اینجا دو فایده. یکمش علی مکتبی، درس گذشته را باید من آورد که علا حرف جاره هست، مکتبی باید آخرش کسره شود. با مکتب در محل خودش مضاف شد، المدرسی با مضاف الیه شد. برای همین خاطر علی مکتبین گفتن نمیتوانیم، به خاطر اینکه مکتب مضاف است، المدرسی مضاف الیه هسته. بسیار دقت بتید. علی مکتب المدرسی یعنی که بر بالای میزی مدرس، بر بالای میزی استاد است. دفتر پرسی که دیگه جا است، میگه در بالای میزی استاد است، در بالای میزی مدرس است. بعدش میگوید که سعید میگوید که قلم من هذا یا علی، قلم من هذا یا علی. ببینید قلم من، به خاطر چی نگو که قلمون من؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قلم مضاف است. مضاف گفتیم تنوین قبول نمی کند. من اسم موصوله، این چی است؟ این مضاف الیه هسته. قلم من هذا، قلم کی است این؟ قلم مضاف، من مضاف الیه. قلم من یعنی قلم کی است؟ هذا این، هذا این. یا علی، یا حرف ندا هست، علی منادا هست. برای همین خاطر علیون گفتن خطا هست. چطوره که در بالا قید کردیم، ذکر کردیم که بعد یا اسمی که می آید او را تنوین دادنش جایز نیست. یا علیو. قلم من، قلم کی است؟ هذا این. یا علیو ای علی. قلم من هذا یا علیو. قلم من، قلم مضاف، من مضاف الیه، در محل رفع مبتدا، هذا این خبر شد. یا علیو ای علی. و من درجه اسمی موصوله است. گفتیم درجه من اسم موصوله نیست، بلکه من اسمی استفهام است. اسمی استفهام یعنی قلم من، قلمی کی است؟ قلمی کی است؟ من منی استفهامیه است. من همچنین به معنای اسم موصوله هم میاد، لیکن در اینجا من به معنای اسم استفهام هست. در دوامش میگوید که علیون، علی میگوید که هذا قلم المدرسی، هذا قلم المدرسی. این قلم مدرس است، این قلم مدرس است. هذا مبتدا، قلم المدرسی خبر می شود. باز قلم مضاف است، المدرسی مضاف الیه هسته. قلم مضاف است، مدرسی مضاف الیه هسته. همچنین در بالا گفتیم که قلم من هذا، قلم من گفتیم مبتدا هست، هذا خبر هست. می شود که بگیم قلم من این را خبر بگیریم، هذا را مبتدا بگیریم. هذا قلم من یعنی که مبتدا خبر مقدم آمدگی است، اول خبر هست بعد مبتدا آمدگی است. هذا. و بعدش میگوید که سعیدون، سعید میگوید که این حقیبت المدرسی، این حقیبت المدرسی یعنی که سنکهی یا چمدانی مدرس کجاست؟ این کجاست؟ حقیبت المدرسی یعنی که چمدان مدرس یا سنکه مدرس. در اینجا ببینید
اینا خبر مقدم هستی، حقیبتو مبتدا هست، با حقیبتو مضاف است. المدرسی مضاف الیه هستی. ببینید حقیبتو دو رول بازی کرده ایستاده است، در موقع دو محل ایستاده در محل دو در دو محل ایستاده، بگیم قرار گرفته ایستاده است. یکم که اینا خبر است، حقیبتو مبتدا است، اول مبتداش میگیم، با میگیم حقیبتو مضاف است، المدرسی مضاف الیه هستی. حقیبتو مضاف است، برای خودی تنوین دادنش جایز نیست. المدرسی کسره است، به خاطر اونه که مضاف الیه هست. علیون، علیون، علی میگوید که هی تحت المکتبی، هی تحت المکتبی، هی یعنی که وی، برمیگردد ضمیر است، برمیگردد به حقیبه یعنی همون سونکه. تحت المکتب یعنی که در زیر میز است. هی مبتدا هست، تحت این را ظرف میگیم، در محل رفع خبر میشود و تحت با مضاف است، المکتبی مضاف الیه هستی. تحت مضاف است و مکتبی مضاف الیه. مکتبی به خاطر چی آخرش کسره گرفت؟ به خاطر آنه که مضاف الیه می باشد. پس این بود گفتارش، یعنی که سخن ها. بعد میگذاریم بعد تمرین ها. تمارینو، تمرین ها. تمارین جمع تمرین یعنی که مشق ها. یکم میگوید که اجب عن الاسئله الاتیه، یعنی که جواب بگو تو، فعل امر هست. جواب بگو انت، ضمیر مستتر تقدیر انت. جواب بگو تو عن الاسئله الاتیه، از سوال های می آمدگی. ببینید عن الاسئلتی، به خاطر چی اسئلتی گفتیم، اسئلتو نگفتیم؟ به خاطر آنه که عن همچنین از حرفای جر می باشد. حرفای جارایی که گفتیم ما درس گذشته 4 تا خوانده بودیم، مین، الا، فی، علا را خوانده بودیم. همچنین پنجم شده رو خوش کنید که عن همچنین حرفی جاره است. عن حرفی جاره است. عن الاسئلتی، اسئلتی اسم مجرور است. عن الاسئلتی اسم مجرور است، یعنی که اسئلتی را به خاطر چی آخرش کسره گفتیم؟ به خاطر اینکه عن حرف جاره در اولش است، برای همین خاطر اسئلتی گفتیم. بعد آتیتی را به خاطر چی کسره گفتیم آخرش را؟ این را ان شاء الله درس های آینده میخونیم که آتیتی صفت است، صفت اسئله، یعنی که صفت از توابع هست، یعنی که اسئله این را موصوفش میگن. موصوف هر حرکت را قبول که بکند، آتیه صفت است، صفت همون حرکت قبول میکند. مثلا حاضر انا از همین جمع گیریم، میگیم که انا از این اگر بگیریم مثلا بگیم که الاسئلتو الاتیه میگیم، یا که الاسئلته بگیم الاتیه میگیم، به خاطر اونه که موصوف چی حرکت را قبول بکنه. اسئله در اینجا در موقع موصوف است. موصوف چی حرکت را قبول بکند، صفت همون حرکت قبول میکند. این را در درس آینده ان شاء الله با تفصیل میگذاریم. در رقم 1 میگوید که این کتاب محمدین، زیر زبر ندارد، ببینید شما خودتون بیمونید زیر زبرش رو. این کتاب محمدین، کتاب محمد کجاست؟ یک کس بگه به خاطر چی کتابون نگفتی؟ میگم به خاطر کتاب مضاف است و مضاف رو تنوین دادن جایز نیست. کتابون گفتن خطا است. محمدین به خاطر چی محمدن یا محمدون نگفتیم؟ به خاطر اینکه مضاف الیه هست. مضاف الیه همه وقت آخرش کسره می آید، آخرش زیر می آید. برای هم خاطر کتاب محمدین، کتاب محمد. در رقم 2 میگوید که این کتاب عمارین. اینجا همچنین والله الان خطا شدگی هست، باید اصلا میگفت که این دفترو، به خاطر اینکه دفتر در بالا خونده بودیم، این دفتر عماری گفته در بالا خونده بودیم، برای خاطر اینجا خطا شدگی است. شما خودتون اصلاحش کنید. کسی کتاب دارد نداشته باشد خیر است، لیکن داشته باشه کتاب را اصلاح کنید که این دفترو عمارین، یعنی که کجاست دفتر عمار. دفتر عمار کجاست؟ اوکی اگر خدشه نوشتگیش بگیم کتاب عمار کجاست، رنگ همون بالاگی می شود. این کتاب محمدین، این کتاب عمارین، هر دیگه فرقیت نمی کند. برای هم خاطر بهتر خودتر در اینجا دفتر را بمونیم تا اینکه تغییر بیابد. مثال این خبر مقدم هست، کتاب عمارین مبتدا مؤخر هست.
کتاب مضاف است، عمارین مضاف الیه هستی. تلفظ ببین حرکت نداره، لیکن شما خودتون بمونید. به خاطر چی عمارین گفتید؟ به خاطر اینکه مضاف الیه هستی. کتابو به خاطر کتابوش گفتید؟ به خاطر اینکه خبر هستی. خبر مبتدا هستی. مبتدا همه وقت مرفوع می باشد. و در رقم 3 میگوید که این حقیبت المدرسی، این حقیبت المدرسی، چمدان مدرس کجاست یا سمکه مدرس کجاست. ببینید این خبر مقدم هست، حقیبت مبتدا مؤخر است. با حقیبت در محل خودش گفتیم مضاف است، المدرسی مضاف الیه هست. المدرسی مضاف الیه هست. حقیبت مضاف، المدرسی مضاف الیه. در اینجا یک سوال، به خاطر چی رقم 2 را ببینید، در بالای همین را ببینید، عمارین گفتیم، کتاب عمارین تنوینش دادیم، لیکن حقیبت المدرسین نگفتیم. برای چی؟ درس گذشته اگر یادتون باشد جوابش در درس گذشته بود. عمارین الف لام ندارد، تنوینش میتیم، عمارین میگوییم. لیکن مدرسی الف لام که دارد، برای این خاطر تنوین دادش نمیتوانیم، کسره خالیش میتیم. یک حرکت بگیم، یک زر در پایانش میمونه، مدرسی، خلاص المدرسی. اگر الف لام که نمیداشت مدرسین میگفته، برای اینکه عمارین الف لام که دارد، برای همین خاطر تنوینش نمیتیم. این را بسیار با دقت باشه. یعنی خودتون سوال بکنید که به خاطر چی این طور آمد، به خاطر چی اون طور نیامد. خودتون را سوال بتید. در رقم 2 چی میگوید؟ در رقم 2 میگوید که اضف الکلمه الاولى الى الثانیه. ببینید ثانیتی به خاطر چی گفتیم؟ به خاطر که الی حرف جاره هست. اهمیت بدید. اضف یعنی که اضافه کن، همراه کن یا قش کن. تو فاعلش تو هستی. درس گذشته گفته بودیم که بعد فعل همه وقت فاعل میآید. فاعلی چی است؟ ضمیر مستتر تقدیر انت، یعنی که قش بکن تو. الکلمه کلمه مفعول به هستی. مفعول به همه وقت درس گذشته هم گفته بودیم که آخرش فتحه میگیرد. الکلمه کلمه مفعول به همه وقت آخرش کسره میگیرد. یعنی اضافه بکن تو کلمه یکم را، الکلمه الاولى الى الثانیه، بعد دوم. کلمه یکم را میگه بعد دوم اضافه بکن. اضف معذرت میخوام، همراه بکن نه، اضافه بکن، یعنی مضاف الیهش بکن. اضف همچنین به معنای همراه کردن می شود، لیکن در اینجا به معنای اضافه کردن، یعنی مضاف الیه بکن کلمه یکم را به کلمه دیوم. چطوری که درس ما و شما گفتیم درباره مضاف و مضاف الیه هستی، برام خاطر در اینجا میگه که کلمه یکم را به کلمه دیوم مضاف و مضاف الیهش بکن. ببینید در اینجا میگوید که کتاب محمدون. وقتی همین کتاب را قطع محمد هرچه مضاف الیهش کنیم چطور میشود؟ در اینجا خودش نوشته است که کتاب محمدین. ببینید کتابون در اینجا یکم در اول تنوین داشت، کتابون بود، محمدون بود، لیکن در دوم کتابو شد، تنوینش از بین رفت، محمدین شد. محمدون بود، محمدین شد و تنوین در پایانش آمد و تنوین گرفت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کتابو مضاف است، محمدین مضاف الیه هستی. مضاف الیه چطور گفتیم که همه وقت آخرش کسره میگیرد. و بعد از این در پایانش میگوید که قلمون حامدون. این را شما خودتون درستش بکنید، یعنی مضاف الیهش بکنید. مضاف الیهش کرده چطور میشود؟ قلمو حامدین. قلمو حامدین، قلمو مضاف، حامدین مضاف الیه. و بعد از این بیتون عباسون. این را بگیرید مضاف الیهش کنید. مضاف الیهش به این طریق میشود بیتو عباسین. بیتو مضاف، عباسین مضاف الیه. بعد از این غرفتون علیون. مضاف الیهش یعنی که غرفت علیین. غرفت مضاف، علیین مضاف الیه. بعد از این
دفتر سعید. دفتر سعید. مضاف مضاف الیهش کردیم اگر می شود که دفتر سعید. دفتر سعید. دفتر مضاف سعید مضاف الیه. مندیل یاسر. مندیل یاسر. این اگر مضاف مضاف الیهش کردیم می شود که مندیل یاسر. مندیل یاسر. مندیل مضاف یاسر مضاف الیه. ترجمه شد در درس‌های گذشته گفته بودیم. مندیل یعنی که روی مولچه. و بعد از این قمیص عمار. قمیص عمار. اگر مضاف مضاف الیهش کردیم میگیم که قمیص عمار. قمیص مضاف عمار مضاف الیه. قمیص پیراهن یعنی کرته. کرته عمار. آخران کلمه در این قطار سریر خالد. سریر خالد. اگر مضاف مضاف الیهش کردیم سریر خالدین. سریر خالدین. سریر مضاف خالدین مضاف الیه. این ترجمهش درس گذشته که گفته بودیم. هر درس خوب اول حفظ کنید بعد دوم درس بگذارید تو اینکه کلمه را خوب یادتون باشد. و قطار دوم در میگذاریم میگه که مکتب المدرس. مکتب المدرس. مثال ها چی فرق میکند؟ مثال ها در قطار یکمی که حاضر تاخیرش رو خوندیم کتاب محمدین اینجا فقط علم ها آمد. علم یعنی که نامی انسان بود، نامی آدم ها بود. برای همین خاطر به الف لام نوشته میشه. علم خودش معرفه هسته به الف لام نوشته میشه. اما در مثال های دیمه که حالا میخونیم میشه مکتب المدرس در اینجا مضاف الیه معرفه شدگی هست با سبب الف لام. در اولش ال در آمدگی هست. مثلا ببینید که مکتب المدرس اگر مضاف مضاف الیهش کردیم در اینجا خودش یکمش را برای ما کار کردگی هست، یعنی که جواب دادگی است که مکتب المدرسی. اول مکتبون بود لیکن مکتبون مضاف شد، المدرسی مضاف الیه شد و آخرش کسره گرفت، آخرش زیر گرفت. و بعدینش مفتاح البیت. مفتاح البیت این را مضاف مضاف الیهش کی کرده میگیم که مفتاح البیتی یعنی کلید خانه. مفتاح البیتی. مفتاح مضاف بیتی مضاف الیه. و مثال بعدینش دکان التاجر. دکان التاجر مضاف مضاف الیهش کرده میگیم که دکان التاجری. دکان التاجری یعنی که مغازه بیزنسمن، مغازینی بیزنسمن سوداگر. بعدینش بیت المهندس. بیت المهندس اگر مضاف مضاف الیهش کرده میگیم که بیت المهندسی یعنی خانه انجینر. بیت المهندسی. بیت مضاف مهندسی مضاف الیه آخرش کسره گرفت. سبب کسرهش چی هسته؟ مضاف الیه بودنش. اسم الولد. اسم الولد مضاف مضاف الیهش کردیم در این جای نقطه ها می نویسیم که اسم الولدی. اسم الولدی. اسم مضاف الولدی مضاف الیه. اسم مضاف ولدی مضاف الیه معناش نامی کودک، نامی پسر. بعدینش کتاب الله. کتاب الله اگر مضاف مضاف الیهش کرده میگیم که کتاب الله. کتاب الله یعنی که کتاب الله. کتاب مضاف الله مضاف الیه. بنت الطبیب. بنت الطبیب اگر مضاف مضاف الیهش کرده میگیم که بنت الطبیب. بنت الطبیب به خاطر چه الف لام نخوندیم؟ بنت الطبیبی گفتیم، بنت الطبیبی نگفتیم به خاطر آنه که تا از حرفای شمسیه است. یا تا باشه درس گذشته گفته بودیم که حرفای شمسیه الف لام خوانده نمیشه، لام خوانده نمیشود. بنت الطبیبی میگیمش. بنت الطبیبی که شد خطا است.
به خاطر اونه که این حرف تا حرفی شمسیه هست. بنت الطبیبی، بنت مضاف، طبیبی مضاف الیه. خب ما در اینجا درست می نویسیمش، مضاف مضاف الیه رو می نویسیم. بعدش مفتاح السیارة، مفتاح السیارة، مضاف مضاف الیهش کرده میگیم که مفتاح السیارة. ببین در اینجا الف لام رو نخوندیم. مفتاح السیاره، مفتاح السیارتی نه، مفتاح السیارتی. به خاطر چه الف لام رو نخوندیم؟ به خاطر اینه که سین از حرفای الشمسیه هست، الف لام رو نمیخونیمش. مفتاح السیارتی یعنی که کلیدی ماشین، سیاره ماشین، السیاره تو ماشین رو میگن، کلیدی ماشین. مفتاح مضاف، السیارتی مضاف الیه. خلاص این را بسیار بنویسید و خودتون با غیر از این کارهای دیگر را بکنید تا اینکه مضاف مضاف الیه در ذهنتون خوب بماند. بالخصوص عبدالله، عبدالغفاری، مثلا عبدالرحیمی، عبدالرحمانی، همین ها را بسیار بگویید، خودتون در یادتون بیارید که عبد مضاف است، الله مضاف الیه، عبدالرحمن عبد مضاف است، رحمانی مضاف الیه هست. همین را در یادتون بسیار بیارید تا اینکه در ذهنتون خوب بماند کلمه مضاف و مضاف الیه. در رقم 3 چی میگوید؟ در رقم 3 میگوید که اقرأ واكتب مع ضبط اواخر الكلمات. اقرأ بخوان، تو فاعلش تو، همه وقت فعل فاعل دارد. اقرأ فعل است، فعل امر هست، فاعلش تو، بخوان تو. واكتب بنویس تو، فاعلش تو یعنی که بنویس تو. مع ضبط اواخر الكلمات، مع ضبط یعنی همراه حرکت گذاشتنی اواخر الكلمات، آخر کلمه ها. مع ضبط اواخر الكلمات، همراه ضبط کردن یعنی حرکت گذاشتن آخر کلمه ها. ببینید ضبطی را آخرش به خاطر چی کسره گفتیم؟ به خاطر آنه که ضبطی مضاف الیه هسته. مع مضاف است، ضبطی مضاف الیه هسته. با ضبطی مضاف است، اواخری مضاف الیه هسته. با اواخری مضاف است، الکلماتی مضاف الیه هسته. ببین وقتی که شما مضاف مضاف الیه یاد که گرفتید دیگر این کلمه ها رو ببینید حرکت ندارد، لیکن شما خودتون دیگر درست کرده رفتن میگیرید. به خاطر چی ضبطیش گفتی، ضبطو نگفتی؟ به خاطر اینکه ضبطی مضاف الیه هسته. مضاف الیه همه وقت کسره قبول میکنه. با همین ضبطی مضاف الیه هسته، با خودش مضاف میشود. اواخری مضاف الیه میشود، اواخری مضاف الیه و کلماتی با مضاف الیه میشود، کلماتی با مضاف الیه میشود. یا اواخره مع ضبط اواخر الکلماتی، بله اواخره صیغه منتهی الجموع هسته و اواخر الکلماتی، بله اواخره این کسره را قبول نمیکند. در درس گذشته گفته بودیم که ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف یکیش صیغه منتهی الجموع هسته، همین اواخره از منتهی الجموع است و کسره را قبول نمیکند. اواخره الکلماتی، اواخره در محل جر می شود، اصلا در حرکت مونی اواخرش میگیم، لیکن در حرکت در محل جر است به خاطر اینکه مضاف الیه است. با اواخر مضاف است، الکلماتی مضاف الیه هسته. خب در پایان میگوید که باب المدرستی، باب المدرستی، باب مضاف، المدرستی مضاف الیه. حمار الرجل، حمار مضاف، رجل مضاف الیه. حمار الرجل، حمار مضاف، رجل مضاف الیه. بیت حامد، بیت مضاف، حامد مضاف الیه. سیارة المدیر، سیارة مضاف، مدیری مضاف الیه یعنی که ماشین مدیر. مندیل عمار، مندیل یعنی روی مولچه عمار، روی مولچه مضاف، عمارین مضاف الیه. اسم الطالبی، اسم مضاف، الطالبی مضاف الیه. بیت الله، بیتی مضاف، الله مضاف الیه. بیت الله یعنی که خانه الله.
فی کتاب الله، فی حرف جاره، کتابی اسم مجرور، کتابی با مضاف، اللهی مضاف الیه. ببینید اینجا کتابی هم آخرش کسره هست، اللهی هم آخرش کسره هست، یعنی که زیر هست. به خاطر چی؟ کتابی به سبب فی آخرش کسره شد و اللهی به سبب مضاف، یعنی که به سبب مضاف الیه شدنش کسره شد. فی کتاب الله. من بیت المدرسی، من حرف جاره است، بیتی اسم مجرور است آخرش کسره شد، بیتی با مضاف است، المدرسی مضاف الیه است برام خاطر آخرش کسره شد. من بیت المدرسی. علی مکتب المدیری، علی مکتب المدیری، ایشا به مثل همون است، یعنی که حرف جاره قطعی اسم مجرور و با مضاف و مدیری مضاف الیه برام خاطر آخرشان کسره شد. مکتب المدیری. خب در رقم 4 میگوید که اقرا، بخوان. اینجا ما شما را امر میکند برای خواندن، یعنی درست خواندن. این بیت المدرسی، این را دیگر خودتان بیان بکنید، زیرا که بارها مضاف الیه مضاف تکرار کردیم، دیگر خودتان درستش بکنید. این بیت المدرسی هو بعید، یعنی که خانه مدرس کجاست؟ وی دور است، یعنی خانه مدرس دور هست. بعید یعنی که دور هست. القرآن کتاب الله، القرآن کتاب الله، یعنی قرآن کتاب الله هست. کتاب الله مضاف الیه شد برای خاطر آخرش کسره، یعنی که شما خودتان بگویید که به خاطر چی کسره شد. الکعب در رقم 3 میگوید که الکعبه بیت الله، الکعبه بیت الله، یعنی که کعبه مشرفه قبله مسلمان ها، بیت الله یعنی که خانه الله هست. بیت الله به خاطر چی اللهی شد. در رقم 4 میگوید که محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله، محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله هست. محمد پیامبر الله هست. اللهی به خاطر چی آخرش کسره گرفت. اینجا مبتدا و خبر شده، محمد مبتدا، رسول خبر، رسول مضاف، الله مضاف الیه هست. در رقم 5 میگوید که خرج المدرس من غرفة المدیر. خرج فعل، مدرس فاعل است، برام خاطر مدرسو میگیم، مرفوعش میخونیم. من غرفتی به خاطر چی غرفتی گفتیم، المدیری به خاطر چی المدیری گفتیم، یعنی که اینها را تکرار کردیم چند بار، دیگه باید در یادتون باشد. رقم 6 هذا بیت حامد و ذلك بیت خالد. هذا بیت حامد، این خانه حامد است به خاطر چه حامدین گفتیم. و ذلك بیت خالد، و آن خانه خالد است به خاطر چه خالدین گفتیم. در رقم 7 ابن عمار طالب، ابن عمار طالب، پسر عمار استودنت است یا دانشجو است. ابن عمارین به خاطر چه عمارین گفتیم. طالبون خبر هست، ابن مضاف است، عماری مضاف الیه مبتدا، طالبون خبر. و ابن یاسرین تاجرون، و ابن یاسرین تاجرون، و پسر یاسر میگه بیزنسمن هست. این همچنین اعرابش رو خودتون بیان بکنید. هشتم بیت المدرسی بعید، خانه مدرس میگه دور هست. و بیت التاجری قریب، و خانه بیزنسمن میگه نزدیک است، قریب است، یعنی قریب یعنی نزدیک، به توجیه کم قریب. بیت المدرسی به خاطر چی مدرسی گفتیم. و بیت التاجری به خاطر چی تاجری گفتیم، سببش چی است. و نهم هذا مفتاح السیارتی، این کلید ماشین است. هذا مفتاح السیارتی به خاطر چی سیارتی گفتیم. این مفتاح البیتی، کلید خانه کجاست. این مفتاح البیتی، کلید خانه کجاست به خاطر چی بیتی گفتیم. در رقم 10 من انت یا ولدو، من انت یا ولدو، کی هستی تو ای پسر، کی هستی تو ای پسر. من انت کی هستی تو یا ولدو به خاطر چی یا ولدون نگفتیم، یعنی که در بالا بیان کردیم به خاطر چی یا ولدون نگفتیم و یا ولدو گفتیم.
انا ابن عباس، انا ابن عباس، من پسر عباس هستم. عباسین به خاطر چی؟ عباسین گفتیم. در رقم 11 و ابن من هو، و ابن من هو، و پسر کی است وی؟ و ابن من هو، پسر کی است وی؟ اینجا ده من در محل جر مضاف الیه هسته، مبنی هسته، برام خاطر آشکار نشد. لیکن و ابن مضاف، من مضاف الیه می شود. هو این مبتدا مؤخر هسته یا که خبر هسته. هو ابن خالدین، هو ابن خالدین، هو یعنی که وی پسر خالد است. خالدین به خاطر چی؟ آخرش کسره گفتیم. 12 رقم 12 این مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، این مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم. این این یعنی که کجاست؟ این خبر هست، خبری مقدم. مسجد مبتدا مؤخر است. بعد ببینید مسجد رسول الله، رسول الله به خاطر چی رسولی گفتیم؟ به خاطر اینکه مضاف الیه هست. مسجد با مضاف است، رسولی مضاف الیه. اللهی به خاطر چی اللهی گفتیم؟ به خاطر اینکه رسول مضاف است، اللهی مضاف الیه است. یعنی که رسول الله هر دوش مضاف الیه است. با رسولی مضاف میشه، اللهی مضاف الیه میشود. برام خاطر بسیار دقت بدید. مسجدی مضاف، مسجدو مضاف، رسولی مضاف الیه. با رسول مضاف، اللهی مضاف الیه صلی الله علیه و سلم. یعنی که مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم کجا ده هست؟ مسجد پیامبر در کجا است؟ هو فی المدینه المنوره، هو وی فی المدینه المنوره یعنی که در مدینه منوره هست. ببینید هو مبتدا هست، فی المدینه، مدینتی را به خاطر چی آخرش کسره گفتیم؟ باید بیان کنید. المنورتی به خاطر چی گفتیم؟ این را حالی نخوندیم، یعنی که صفت است. در بالا گفتیم که صفت یعنی که مدینه ای که صفتش منوره است. فی المدینه المنورتی صفت گفتیم موصوفه همه وقت پیروی میکند. مدینتی هست برای هم خاطر منورتی است. اگر المدینه تو شود منورتو می شود، مدینه تا شود منورته می شود. و در رقم 13 میگوید که بنت حامد فی المدرسه و بنت محمد فی الجامعه. بنت حامد یعنی دختر حامد فی المدرسه در مدرسه است. به خاطر چی حامدین گفتیم؟ بنت حامدین. فی المدرسه به خاطر چی مدرستی گفتیم؟ یعنی که سببش بیان هست. اینها را بارها تکرار کردیم. و بنت محمد فی الجامعه و دختر محمد در دانشگاه است. و بنت محمدین به خاطر چی محمدین شد؟ فی الجامعه به خاطر چی جامعتی شد. در رقم 14 اسم المدرس سعید و اسم المهندس خالد. نام استاد سعید است، یعنی که استاد نامش سعید است. اسم المدرس سعید، نام مدرس سعید است. مدرسی به خاطر چی آخرش کسره گرفت. و اسم المهندس خالد و نام انجینر خالد است. مهندس یعنی که انجینر، خالدون خالد است یعنی که نام انجینر خالد است. و به خاطر چی مهندسی گفتیم. رقم 15 عم الطالب غنی، عم الطالب غنی. عمو یعنی که عمکش، عمکی الطالب یعنی که عمکی شاگرد یا عمکی استودنت غنی هست، بای هست. عمکی استودنت بای هست. به خاطر چی الطالبی گفتیم؟ طالبی بگیم چی می شود؟ طالبش بگیم چی می شود؟ البته را جواب خطا است. طالبو طالبه خطا است. طالبی درست است به خاطر اینکه موضوع درس ما و شما چیست؟ مضاف و مضاف الیه. طالبی مضاف الیه هست. رقم 16 باب المسجد مفتوح و باب المدرسه مغلق. باب المسجد یعنی که در مسجد مفتوح است، گشوده شده است، یعنی در مسجد باز است. و باب المدرسه مغلق و در مدرسه، در مکتب
مغلق است، یعنی که محکم است. ببینید باب المسجدی به خاطر چی مسجدی گفتیم، یا که باب المدرستی به خاطر چی که مدرستی گفتیم. اگر مدرستین بگویم چی می شود؟ جوابش بگویید. مدرستین بگیم چی می شود؟ یا مدرسته بگیم چی می شود؟ باب المدرسته. یا باب المدرستو بگیم چی می شود؟ خطا البته. و 17 رقم 17 خال حامد فقیر. خال حامد فقیر. خال یعنی که تقا. خال تقا. خال حامد یعنی که تقای حامد فقیر است، کم بغل هست. فقیر نادار، کم بغل. ما فقیر میگوییم، فقیر است. خال حامد فقیر یعنی که تقای حامد فقیر است. به خاطر چی حامدین گفتیم. در رقم 18 سیارت عباس فی الشارع. سیارت عباس فی الشارع یعنی که ماشین عباس در کوچه است. به خاطر چی سیارتو گفتیم؟ سیارتون نگفتیم، عباسی گفتیم، عباسین گفتیم. به خاطر چی عباسه یا عباسو نگفتیم. فی شارعی، شارعی گفتیم. به خاطر چی شارعو نگفتیم. این را جوابش باید بگویید، دیگر بارها تکرار کردیم. یعنی که درس گذشته اگر که خوب بدونید و اهمیت بدید بنویسید، البته این سوالا را جواب داده می توانید. 19 رقم 19 ابن من انت، پسر کی هستی تو؟ ابن من یعنی ابن پسر، من کی، پسر کی هستی تو؟ انا ابن المدرسی، من پسر مدرس هستم. انا ابن المدرسی، من پسر مدرس هستم. به خاطر چی مدرسی گفتیم؟ در اینجا ابن من مضاف الیه است، لیکن در محل جر، به خاطر اینکه مبنی است این تغییر نمییابد، لیکن محلش محل جر هست، مضاف الیه است. ابن مضاف است، من مضاف الیه است. در رقم 20 این الکلب، این الکلب یعنی که سگ در کجاست یا سگ کجاست. الکلب مبتدا مؤخر، عین خبر مقدم می شود. عین را میگیم که اعراب ده بارها گفتیم در سوی گذاشتم، باز یاد رستان کنیم. هو تحت السیارتی، هو تحت السیارتی. هو یعنی همین سگ، سگ میگه در زیر ماشین است. تحت زیر، پایان، تگ. تحت السیارتی نه که در تگ ماشین است. تحت مضاف، سیارتی چیه؟ مضاف الیه، با هم خاطر سیارتی. خب این بود مثال ها و اینها را شما خودتون اصلا باید شما خودتون بخونید، لیکن ما همچنین یاردم براتون میخونیم. الله شما را توفیق بده که تا اینکه فایده برید، یعنی تکیه نکنید به خونده ما و دیگر به اهمیت باشید، یعنی که اهمیت بدید. رقم 5 کون جملا مفیدة بملء الفراغ فيما يلي. کون یعنی که پیدا کن، پیدا کن جملا مفیدة، جمله های فایده‌ناک را، بملء الفراغ با پر کردن جای های خالی، فیما یلی در آن چیزی که می آید، یعنی که در پایان که می آید جای های خالیش میگه پر کن. جای های خالی که در پایان میبینی میگه اینها را پر بکن. خب کون فعل امر هستی، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت هستی، یعنی که پر بکن تو. جملا مفعول به هستی، یعنی که جملا مفعول، جمله های را که مفیدتن این صفت جمله هستی. جملا مفیدتن صفت هستی و جملا موصوف هستی، برام خاطر صفت پیروی میکند، منصوب در حالت نصب است، برام خاطر مفیدتن میگوییم. بملء الفراغی، بملء الفراغی، ملئی مضاف است، بی ملئی، بی حرف جار است، ملئی اسم مجرور است. ملئی با مضاف است، الفراغی مضاف الیه است. مضاف ببین در سو گذشته ما شما همین مضاف الیه و جار و مجرور و فعل و فاعل و مفعول و مبتدا و خبر، اگر همین را که بدونید دیگه خلاص شما عربی را آزاد خوانده میتوانید. دیگر زیر زبر احتیاج دیگه به زیر زبر ندارید. همین دیدید میدونید که در محل چی است. در محل مبتدا باشد مرفوعش میخونی، در محل خبر باشد مرفوعش میخونی، در محل مضاف باشد اگر وابسته به قبلش است، که در محل مضاف الیه باشد اگر مجرورش میخونی.
یا بعد حرف جار بیاد اگر مجرورش میخونی، یا اگر که فاعل بیاد اگر بعد فعل اگر فاعل باشد اگر اجرا کننده همون فعل باشد اگر مرفوعش میخونی. اگر مفعول به باشه در بالای او کار واقع شدگی که باشد در این صورت منصوبش میخونی. اگر صفت باشد اگر موصوفش نگاه میکنی چیزی که باشد همون اعراب برای این میتیشه. یعنی که آسان است، عربی بسیار آسان است برای آدمی که کوشش بکند. خب در این جمله را گفت که جمله مفیده پیدا بکنو و جایهای خالی را پر بکن. ببین در رقم 1 بیت البیت مغلقون، خانه چیزی خانه هست مغلق است، یعنی که بسته است، محکم است. میشه بگویی که باب البیت مغلقون، یعنی که در خانه محکم است. یعنی مضاف در اینجا بیاری، هم مضاف باید بیارید، هم مبتدا شود و هم مضاف. باب البیت یا که شباک البیت، شباک البیت هم میشود. شباک یعنی تریزه خانه مغلق است. یا که میشود که النور رو بگوی، نور الف لام نه، نور البیت مغلقون، یعنی که سویت خانه کشته شده است، محکم است. نه نور نمیشود. خب تریزه و در بگیم خوبتر است. خب رقم 2 این السیارتی، این السیارتی. در اینجا این میگه در کجاست؟ السیارتی ماشین، مضاف در اینجا بیاریم بمونید. میشه مضاف چی را بیاری؟ مفتاح را بیاری، مفتاح السیارتی یعنی که کلید ماشین. در رقم 3 محمد صلی الله علیه و سلم رسول مضاف الیه بیارید. در اینجا مضاف هست، رسول مضاف هست، مضاف الیه بیارید پر می شود، یعنی که اللهی، رسول اللهی. در رقم 4 میگوید که الطبیب بعید، طبیب میگه دور هست. چی ما در گذشته بالا خواندیم که چی طبیب دور است؟ گفتیم بیت یعنی خانه، بیت الطبیب بعید یعنی خانه طبیب دور هست. در رقم 5 القرآن کتاب مضاف الیه میاریم، مضاف الیه چی بود؟ الله، کتاب الله. در رقم 6 خدیجه حامدین، خدیجه دختر حامد است، دختر بیاره در یعنی بنت. خدیجه بنت حامدین مضاف الیه، بنت مضاف شد، حامدین مضاف الیه. خدیجه مبتدا، بنت خبر، با بنت مضاف، حامدین مضاف الیه. رقم 7 انا من میگه المدرسی، در اینجا خبر یافتن در کار هست و همچنین مضاف شود. انا ابن المدرسی، من پسر مدرس هستم. انا ابن المدرسی، ابن مضاف، مدرسی مضاف الیه. همچنین انا مبتدا، ابن المدرسی خبر شد، یعنی من پسر مدرس هستم، پسر استاد هستم. در رقم 8 میگه که الطالبی مکسورون، طالب شکسته شده است. چی شکسته شده است؟ میشه بگید که قلم الطالبی مکسورون، یعنی که قلم شاگرد شکستگی هست. قلم مبتدا است، الطالب مضاف الیه، مکسورون خبر هسته. چرا گفتم که مبتدا و خبر همه وقت مرفوع می شود. مکسورون ببینید خبر مرفوع است. بگم برای چی مرفوع است؟ میگیم به خاطر اینکه خبر هست. ششم نهم رقم 9 بابو مفتوح، در کشاده هست. در اینجا چند چیز مونده میتونه بگه که در ماشین کشاده شده است، یعنی در ماشین هوی است، کشادگی است. بعد می‌نویسه که باب السیارتی مفتوح، یا میشه بگه که در خانه کشاده شدگی است. میشه در اینجا می‌نویسه که باب البیتی مفتوح. خلاصه معنی را نگاه میکنید، همون کلمه ای که معنی بتیاد همون را نوشته میکنید. در رقم 10 میگه که خرج المدرس من مدیری، برآمد مدرس، خرج فعل ماضی، مدرس فاعلش میشود. من حرف جاره است. انا بعد از این درجه یک اسم مجرور آوردن در کار هست و همچنین اون اسم مجرور باز چی شود؟ مضاف میشه به مدیری، مضاف الیه میشود. او را چخیل میاریم؟ مثلا برآمد مدرس از نزدی مدیر، از نزدی مدیر. همین نزدی را عربی قطعی میاریم، نزدی عند میشود.
مثلا که خرج المدرس من عند المدیری، من عند المدیری یعنی که برآمد مدرس از نزد مدیر، از نزد رئیس، از نزد مدیر برآمد. پس این بود این جمله ها. این جمله ها را باز کار بکنید، باز بنویسید، باز بسیار استفاده برید تا اینکه این چیزها را بفهمید. و هر کدام که زیر زبر موندید، یعنی که فتحه برای چی گفتید، کسره برای چی گفتید، باید بدونید. رقمی 6 صحح الترکیبات التالیه. صحح الترکیبات التالیه. صحیح یعنی که درست بکن، فعل امر هست. الترکیبات یعنی جمله های التالیه می اومدگی را. صحیح فعل امر فاعلش انت، الترکیباتی مفعول به است. ما در بالا گفتیم که مفعول به باید فتحه باشد آخرش. ترکیبات به خاطر چی ترکیباتی گفتیم؟ به خاطر اونه که جمعی مؤنث سالم میگن این جمع ترکیبات، جمع مؤنث سالم فتحه را قبول نمیکند، به جای فتحه در جای مکان فتحه کسرش میمونیم. ترکیباتی. التالیته را ببین صفت ترکیب است، برای همین خاطر تالیته میگیم، تالیتی نمیگیم. ترکیباتی تالیته به خاطر اینکه محل ترکیب منصوب است، باید اصلش ترکیبات شود به خاطر اینکه مفعول به است، لیکن فتحه را قبول نمیکنه. جمع مؤنث سالم ان شاء الله مؤنث سالم جمع مذکر سالم اینها را در درس آینده میخونیم که چه خیل اسم ها هستند، چطور اسم ها اینطور جمع میشوند. و در اینجا میگه که همین جمله ها را درست بکن. القلم الطالبی ایرا مضاف مضاف الیه کردن در کار هست. چیکار میکنیم؟ القلم را الف لام ش میگیریم، قلمو می نویسیم، الطالبی میسده جاش، قلم الطالبی میشود. الف لامش خطا است. خلاص همین کار میکنیم. قلم الطالبی الف لام القلم میگیریم. دویمش بابو السیاره. در اینجا چیکار میکنیم؟ در اینجا بابو رنگ خودش می نویسیم، چه بابو. از سیاره را سیارتی می نویسیم، آخرش کسره میکنیم، خلاص برای مضاف الیه شود. بنتو حامدو. در اینجا چیکار میکنیم؟ و مثل همین بابو سیارتو بنتو حامدین در پایانش کسره میمونیم، میشود درست. الرسول الله. در اینجا چیکار میکنیم؟ الرسول الله. الرسول در اینجا الف لامش میگیریم، رسولو میشود. لفظ جلاله را میگیم در بعدش می نویسیم اللهی، میشود رسول الله. رسول الله مضاف مضاف الیه میشه. الف لام الرسول میگیریم، خلاص درست میشود. رنگ القلم الطالبی که هست رنگ همون بری میشود، قلم الطالبی یا که رسول الله. در اینجا اسم الولد چیکار میکنیم؟ ولد را آخرش کسره میکنیم، اسم الولدی درست میشود. ولدی مضاف الیه است، باید کسره باشد. ابن المدرسی. در اینجا چیکار میکنیم؟ ابن المدرسی هیچ کار نمیکنیم، خودش درست است. ابن المدرسی. خب رقم 7 محمدون یا محمدو. اکنون یک قاعده دیگر برای ما شما یاد داده ایستاده است که این طور کارها را این را باید بدونیم. محمدون آخرش تنوین دارد، ببینید محمدون، لیکن یا که در آمد یا محمدو، محمدون یا محمدون گفتن خطا است. یا محمدو باز پایانش را بینیم میگه که خالدون یا خالدو ای خالد. استاذون یا استاذو ای استاذ. ولدون یا ولدو ای پسر، ای بچه. ببینید اینها یعنی که یا در آمد، در اول هم گفته بودیم یا که در آمد اسم بعدش می آمدگی تنوین قبول نمی کند. برای همین خاطر یا محمدو یا خالدو یا استاذو یا ولدو میگوییم، تنوینش بدیم خطا می شود. پس در اینجا ما را میگوید که اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. اقرأ یعنی بخون، واکتب بنویس. همه وقت فعل باید فاعل داشته باشد، فاعلش یعنی که انت. اقرأ انت واکتب انت،
یعنی بخوان تو ای شاگرد، بنویس تو ای شاگرد، مع ضبط اواخر الکلمات، همراهی حرکت گذاری آخری کلمه ها. این اعرابش کردیم، باید بدونید ضبطی. به خاطر چی ضبطیش گفتیم؟ اواخره اصلا اواخری باید شود، لیکن ممنوع، لیکن این صیغه منتهی الجموع است، برای خاطر کسره را قبول نمیکند. و الکلماتی به خاطر چی کلماتی شد، این را در بالا گفتیم، باید دیگر ختم بدونید. پس در اینجا میگه همین را بخوان و بنویس. درست بخوان میگه یا علیون، درست ای؟ یا علیون نه، درست نیست. یا علیو. یا عباسون درست است؟ نه. یا عباسو. شیخو درست است؟ نه. شیخون برای یا ندارد. شیخون. یا شیخو درست است؟ بله. یا شیخو. شیخون گفتیم خطا است. یا رجلو درست است؟ بله. یا رجلو. یا سیرو درست است؟ نه، خطا است. یا سیرون. یا سیرون. یا عمارو. یا عمارو درست است؟ بله. عمارو. تنوین دادن جایز نیست. دکتورون درست است؟ بله. دکتورون. به خاطر یا ندارد که یا دکتوروش بگیم. اینا بعدش اومده است که یا دکتورو. دکتورون اولش در دکتورون میگیم تنوین میتیم، لیکن در دیمش در که یا دکتورو که است اینا تنوین نمیتیم، به خاطر یا که در اومد در اسم بعدش رو تنوین دادن جایز و درست نمی باشد. پس در اینجا در رقم 8 میگوید که اقرأ المثال الآتیه ثم كون اسئلة مثله مشيرا الى الصور التالية. ببینید در اینجا میگه اقرأ بخوان، فاعلش انت، بخوان تو، المثال مثال را، بخوان تو مثال را، مثال مفعول به، الآتیه صفت مثال، صفتای می آمدگی را، الآتیه مثال، الآتیه صفتش است، برام خاطر به مثل مثال آخرش فتحه میکنیم. ثم کون پس میگوید کون یعنی که به وجود بیار، فاعلش انت، به وجود بیار تو اسئلتن سوالهای را، اسئلتن مفعول به، پس به وجود بیار تو مثالهای را، مثله مثل خودش، مثله مثل خودش، مشیرا الى الصور التالیه اشاره کننده، در حال بودنت اشاره کننده، الى الصور التالیه به صورتهای می آمدگی. صوری مجرور است به خاطر الا، التالیتی صفت صور است برای خاطر التالیتی. ببینید یکم مثالش رو خودش کار میکند، میگه که کتاب من هذا، کتابی کی است این؟ کتاب من هذا، کتابی کی است این؟ میشه در اینجا بگیم کتابون من هذا، جایز است؟ نه. به خاطر چی؟ به خاطر کتابون مضاف است، من مضاف الیه است، مضاف را تنوین دادن جایز نیست. و مثل که یا را اسمی که بعد از یا می آید مناداش میگن تنوین دادن جایز نیست، همچنین مضاف را تنوین دادن جایز نیست. برای همین خاطر کتابو من هذا میگیم. کتابی کی هستین؟ این را اکنون دیگه خودتون باید بنویسید. اینجا قلم هست، در اینجا مینویسه که قلم من هذا، قلمی کی هستین؟ در اینجا پیراهن هست، پیراهن به عربی چی بود؟ قمیص. در اینجا مینویسه قمیص من هذا، قمیص من هذا. یا که بیت خانه، بیت من هذا. یا که در اینجا سریر، سریر من هذا. خلاص این در شما خودتون دیگر می نویسید به مثل که در اینجا نوشتگی هسته و صورتاش هم میبینید، همین صورت رو نامش گرفته در اینجا می نویسید. رقم 9 اسمون، اسمون، اسمون یعنی که نام. اسم الولد محمد و اسم البنت زینب، زینبو. اسم الولد محمد و اسم البنت زینبو. ببینید این قاعده ای که ما گفتیم که در این درس درباره مضاف مضاف الیه گپ میزنه، تا حاضر درباره مضاف مضاف الیه گفتیم. انا اکنون در موضوع دومی درس دا میگذاریم، همزه وصلش میگن، همزه وصل، همزه وصل. همین الفی که در اول اسم است ای است کو، انا همین الف الفی
همزه وصلش میگن. همزه وصل. این همزه وصله در بعضی حالت‌ها نمیخونیش، در اول کلمه بیا میخونیش، لیکن در بین کلمه بیا نمیخونیشه. در این جواز مثالا ده آشکار میشه، پرتر خوبتر میفهمید. ببینید اسم الولد محمدون میگه، یعنی که اسمو گفتیم الف خواندیم نه، اسم الولدی محمدون، یعنی که نام پسر محمد است. به خاطر چی ولدی گفتیم؟ باید بدونید. در این دیمش چی میگیم؟ و اسمو میگیم؟ نه، و اسمو خطا است. میگیم که واسم البنتی زینبو، واسم البنتی زینبو، واسمو و نامی، و در اینجا الف نمیخونیم. به خاطر چی؟ به خاطر اونه که احتیاج به خواندنش نداریم. برای خود میگه واسمو، واسمو و اسمو کسی بخوند بداند که عربی ده ضعیف است، یعنی که در خواندن عربی ضعیف است و خوب نمیفهمد. برای همین خاطر و اسمو میگوید. واسم البنتی زینبو، زینبون بگیم جایزه تنوین بتیم آخرشه. اگر درس گذشته را خوب بدونید جوابش میدونید. زینبون جایز نیست. به خاطر چی جایز نیست؟ به خاطر اونه که زینبو ممنوع من الصرف است. ممنوع من الصرف تنوین قبول نمیکند. ما اسمایی داریم که منصرف است و اسمایی ممنوع من الصرف داریم، غیر منصرف داریم. ممنوع من الصرف غیر منصرف هر دوش یک چیز است. و زینبو غیر منصرف است، برای همین خاطر تنوین قبول نمیکند، زینبو میگیم. زینبون بگید کسی خطا هست. بعدش میگوید که اسم المدرس حامدون، نام مدرس حامد است. اسم المدرس حامدون، نام المدرس حامد است. مدرسی به خاطر چی مدرسیش گفتیم؟ جوابش باید بدونید. مسم المدیری، مسم المدیری، ببین ما اسم المدیری بگد اگر خطا ای، ما اسم المدیری بگد خطا ای. درستش مسم المدیری یعنی چی است نام مدیر؟ مسم المدیری یعنی چی است نام مدیر؟ نام مدیر چی است؟ و خلاصه یکم اسم بود. فهمیدید که اسم در بین بیاد اگر الفش تلفظ نمیکنیم. و دوم ابن هست. ببینید ابن، ابن هم به مثل همین اسم برای الفش، الفی بگیم همزه وصلش میگن، همزه وصلش میگن ابنون. ببینید ابن خالدین فی المدرسه، ابن الف خواندیم نه، ابنو گفتیم. ابن خالدین فی المدرسه و ابن حامد فی الجامعه، پسر خالد در مدرسه است و پسر حامد در یونیورسیته است، در دانشگاه است. ببینید ابنو را الف خواندیم به خاطر چی؟ به خاطر در اول کلمه بود. لیکن و ابنو را الف نخواندیم به خاطر چی؟ به خاطر که در بین کلمه هست، یعنی که احتیاج به الف نداریم. و هر کسی که بگوید که و ابن حامدین خطا کرد، موافق قاعده زبان عربی، موافق گراماتیک زبان عربی خطا کرد، غلط کرد. و ابن حامدین فی الجامعه، و ابن حامدین فی الجامعه، میگه که ابن خالد یعنی پسر خالد در مدرسه است و پسر حامد در یونیورسیته است. یعنی که کلمه را بعضیش ترجمه که نمیکنیم به خاطر اینکه شما باید بدونید. چند بار ترجمهش کردیم. بعدش میگه که ابن المدرس فی الفصل، ببینید ابن المدرس فی الفصل، ابن رو الفش خواندیم به خاطر چی؟ به خاطر در اول کلمه بود، یعنی که پسر مدرس میگه در صنف است. فصل یعنی صنف. این ابن المدیری، ببین این ابن المدیری نمیشه بگویی که این ابن المدیری، خطا ای. این ابن المدیری یعنی که در کجاست؟ پسر مدیر. پسر مدیر در کجاست؟ این ابن المدیری. و این بود الفی همزه وصل، همزه وصل همین بود. این را دیگر باید شما هر جایی که ابن یا اسم را دیدید دیگر باید بدانید. و میگذاریم به بعدینش. میگه که اقرأ ما یلی، اقرأ ما یلی مراعیا قواعد النطق همزة الوصل.
میگه که اقرا بخوان ما یلی آن چیزی که می آید، بخوان آن چیزی که می آید، مراعیا قواعد النطق، قواعد نطق همزه الوصل. بله، یعنی که بخوان آن چیزی که می آید مراعیا، در حال بدنت، در حال خواندنت میگه رعایت کننده، اهمیت دهنده قواعد نطق همزه الوصل، قاعده های تلفظ کردن، نطق کردن همزه وصل را، قاعده تلفظ کردن همزه وصل را. در پایان همزه وصل که حالا خوانده میشه در بارش که در اول کلمه باشه میخونیم، در بین کلمه باشه نمیخونیم، همین را میگه که رعایت بکن. این را یک بار کوتاه بگیم. اقرا یعنی که بخوان، فاعلش انت، ما اسم موصوله در محل نصب مفعول به شد، یلی فعل مضارع و این قاعده یک قاعده خوبی هست درباره بعضی موصوله ها صله میاد. این یلی جمله فعلیه صله مو هسته. مراعیا قواعد نطق، قواعد مفعول به مراعیا هست، قواعد نطقی، قواعد مضاف، نطقی مضاف الیه، قواعد نطقی مضاف الیه با نطق مضاف، همزتی مضاف الیه، همزتی مضاف، الوصلی مضاف الیه. ببینید این را اهمیت بدید. به خاطر چی گفتیم که قواعد نطقی همزتی الوصلی، به خاطر چی کسرش دادیم؟ این را دیگر باید بدانید شما. خب در رقم یک چی میگوید؟ میگه که الف همزه وصله اهمیت بده. یکم در رقم یک میگه که ابن محمدین فی العراقی، دیمش چخل میگیم؟ الف میخونیم؟ نه، میگیم که و ابن حامد فی الهندی، و ابن حامد فی الهندی. ترجمه اش که پسر محمد در عراق است و پسر حامد در هندوستان هست. در رقم دو خرج ابن، خرج ابن، خرج ابن خطای، خرج ابن الطبیب من البیت، برآمد پسر طبیب از خانه. ابنو، خرج ابنو، نو گفتیم به خاطر چی؟ به خاطر اونه که فاعل است. بعدی خرج فعل است، ابنو فاعل، ابنو فاعل است، برای خاطر خرج ابنو یعنی که برآمد. کی برآمد؟ پسری، الطبیبی مضاف الیه، من البیت جار و مجرور، یعنی که برآمد پسری پزشک، پسر دکتر از خانه. در رقم 3 میگوید که ذهب ابن التاجر الى السوق، ذهب ابن التاجر الى السوق. لیکن بگویم که ذهب ابن التاجر خطا هست، غلط است. اصلش ذهب ابن التاجر الى السوق، ذهب ابن التاجر الى السوق. الف را نمیخونیم. به خاطر چی؟ به خاطر در بین کلمه است، احتیاج به الف نداریم. در نوشتن می نویسیم شه، لیکن در خواندن نمیخونیم شه. ذهب ابن یعنی که رفت پسر بیزنسمن الى السوق، به سوی بازار. پسر بیزنسمن بازار رفت. در رقم 4 اسم المهندس فیصل و اسم الطبیب مسعود. اسم المهندس، اسم دا خواندیم. به خاطر چی؟ به خاطر در اول کلمه است. میگه که اسم انجینیر فیصل هست، فیصل نام است، و اسم الطبیب مسعود، و نامی دکتر میگه مسعود هست. و اسم دا الف نمیخونیم. به خاطر چی؟ به خاطر در بین کلمه است. رقم 5 مسم الرجل، مسم الرجلی، مسم الرجلی یعنی که نام آن مرد چیست؟ مسمو، الف نمیخونیم، هر دی الف رو نمیخونیم. مسمو، مسم الرجلی یعنی که نام آن مرد چیست؟ در رقم 6 ابن من انت، ابن من انت. ببین خواندیم ند برای در اول کلمه ابنو، ابنو الف خواندیم. ابن من انت، پسر کی هستی تو؟ پسر کی هستی تو؟ میگه که انا ابنو، انا ابن الوزیری، انا ابن الوزیری یعنی که من پسر وزیر هستم، من پسر وزیر هستم.
انا ابن الوزیری. انا ابن در اینجا الف نخوندیم، الف رو هر دوش نخوندیم. انا ابن، انا ابن نه، انا ابن الوزیری. وزیری برای چی آخرش کسره شد؟ به خاطر مضاف الیه. خب میگذاریم در کلمه های جدید. الکلمات الجدیده، کلمه های نو. الکلمات الجدیده، کلمه های نو. الرسول، رسول یعنی کی؟ پیامبر، پیامبر یا پیغمبر. الکعبه، الکعبه، کعبه یعنی کی؟ کعبه، قبله مسلمان ها. الاسم، اسم نام. الابن، ابن پسر. الابن یعنی کی؟ پسر، پسر فلانی. پسر یعنی بچه نه، یا کی بچه فلانی میگیم کو، مثلا بچه محمد، بچه احمد، همین طور. اما بچه که باشه ولدون بچه میشود، یعنی که نارینه باشد میگیم که ولدون. لیکن ابن کی شد یعنی بچه محمد یا که بچه احمد. اما بگیم که بچه در این صورت میگیم که ولد. عمو، العمو، العمو یعنی که عمک، عمک. الخالو، الخالو یعنی که خاله، تقایی. ببینید العمو اگر یا ت در آخرش بونیم عمه می شود. العمو عمک می شود، یعنی که پدر تا خیش توری نریناش، یعنی که اکا و دادری پدرت. لیکن عمه تو گفتیم اگر بگیم اپا و خواهری پدرت می شود، یعنی که ما و شما عمه میگیم. عمه، عمه چون به عربی هم عمه است. عمه تو یعنی که آخرش ت دارد. عمه، عمه تو. الخالو، خال یعنی که تقایی. اگر که خاله را بگیم اگر الخاله تو میگیم، آخرش ت میمونه میشه خاله. تش اگر گرفتیم تقایی میشود. الخالو تقایی، الخاله تو خاله. خاله به تاجیکی هم خاله میشود، به عربی هم خاله میشود. خاله یعنی که خیش تواری مادینه مادر. الحقیبه، حقیبتون سونکه یا چمدان. السیاره، سیاره ماشین. الشارع، شارع کوچه. مغلقون، مغلقون یعنی که بسته شده، محکم. تحت، زیری، پایانی. هناک، هناک آنجا. اگر کافش بگیریم هنا باشد اینجا می شود. هنا اینجا، هناک آنجا. المهندس انجینیر، المهندس انجینیر. خب در پایان درجه میگه که سیارتو المدرسی. سیارتو درجه گفتگی است که مضافون، سیاره را مضاف میگیم. المدرسی مضاف الیه. ببین سیارت المدرسی یعنی که مضاف و مضاف الیه که میگفتیم. من همون کلمه را در اینجا در آخر خودش گفتک و نوشتش تا اینکه ما بفهمیم. سیارت المدرسی سیارت مضاف، المدرسی مضاف الیه. پس این بود درس امروزه ما و شما. درس امروزه ماشاءالله از درسای گذشته باز درازتر شد، لیکن کسی که میخواهد عربی را یاد بگیرد دیگر مجبور است که تماشا کند یا که صبر کند. اگر کسی که نمیخواهد، اگر 5 دقیقه هم درسش کنی گوشت نمیکند و پروات هم ندارد. و کسی که میخواهد اگر 2 ساعت هم 3 ساعت هم درس بکنی گوش میکند، به خاطر اینکه طلبگاری عربی هست. محبت انسان رو به هر طرف میکشد. اگر میخواهید پس درس ما همین است، چا کنیم دیگر راه نداریم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و درس امروزه درس 5 را در اینجا به پایان میرسانیم و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپاریم تا درس آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.